Hello dear friends, hope you're doing well. I am Muhammad from دنیای دانش. سلام دوستانی عزیز، امیدوارم همگی صحت و سلامت هستید. من محمد از دنیای دانش. Today we have a new grammar. امروز گراماتیکای نو داریم. Past simple. زمانی گذشته عادی. We use past simple to talk about finished actions or states in the past. We use past simple to talk about finished actions or states in the past. ما استفاده میبریم زمان گذشته عادی رو وقتی صحبت میکنیم درباره عملها و حالتهای تمام شده. یعنی عمل، حالت یا حرکت در گذشته تمام شد. دیروز، هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته. عمل سر شد و تمام شد. حالا درباره آن گپ میزنیم. بیاید همراه جانشین‌های زبان انگلیسی رو میبینیم و بعدا زمان گذشته رو past simple یعنی گراماتیکای امروز زمان رو در جمله‌های خبری، در جمله‌های انکاری و سوالی استفاده میبریم و طرز استفاده آن رو می‌آموزیم. I من we ما you شما they آنها he او پسر she وای دختر it این اشیاء I we you they he she it. خب در جمله های خبری طرز استفاده past simple رو میبینیم. اول شخص ها رو استفاده میبریم، بعدا فعل رو استفاده میبریم. فعل verb verbs are action words. فعل ها کلمه های حرکتن. خب بعدا با فعلمون پسوند ed همراه میکنیم در زمان گذشته. ed مثلا work worked, live lived, study studied. اما باید قید کنم که پسوند ed همراه کردن ed تنها برای فعل های درست است. وقتی درباره past simple صحبت میکنیم ما عادتاً داریم regular verbs فعل های درست، irregular verbs فعل های نادرست. regular verbs irregular verbs فعل های درست و فعل های نادرست. فعل های درست فعل های رو میگوییم که در وقت استفاده بری با قاعده ای که برای past simple یعنی برای زمان گذشته هست اطاعت میکند، یعنی طبق قاعده کار میکند. گفتیم در فعل پسوند ed همراه میکنیم، یعنی این قاعده است برای past simple. love loved work worked. اما irregular verbs فعل های نادرست فعل های هستند که در وقت استفاده بری در زمان گذشته پسوند ed نمیگیرند. یعنی قاعده میگوید که در زمان گذشته ed همراه میکنیم، اما فعل های نادرست باشد پسوند ed قبول نمیکنند. مثلا فعل go اگر به قاعده نگاه کنیم باید good شود. اما فعل نادرست که هست زمان گذشته go went eat خوردن. زمان گذشته اگر به قاعده اطاعت میکرد و فعل درست میبود eated میشد. اما زمان گذشته ate. همین گونه فعل ها رو فعل های نادرست میگویند، یعنی فعل هایی که به قاعده اطاعت نمیکنند. قاعده که وجود دارد برای آنها کار نمیکنند. خب امروز ما درباره فعل های درست صحبت میکنیم. درس آینده باشد درباره فعل های نادرست. یعنی امروز درس ما درباره فعل های میشود که
پسوند ایدی قبول میکنن در زمان گذشته. خب سوال دیگر پیدا می شود که از کجا فهمیم فعل درست است یا اینکه نادرست. عادتا در کتاب‌های کورسی، در کتاب‌های درسی، در آخر هر یک کتاب رویخط فعل‌های نادرست وجود دارد. شما رویخط فعل‌های نادرست رو وقتی از یاد میکنید، الکی اتوماتیک زمان گذشته هر یک فعل رو میدونید. کلمه و عباره کلمه یا فعلی که در رویخط نیست، یعنی در همون رویخط فعل‌های از یاد کرده شما وجود ندارد، پس شما پسوند ایدی همراه میکنید. این معنای اون را دارد که فعلی درست است. خب گفتیم که برای زمان گذشته کردن فعل ها جانشین ها را استفاده میبریم، بعدا فعل ها را و بعدا پسوند ایدی همراه میکنیم. در اینجا ما 5 فعل انتخاب کردگی هستیم، فعل های درست البته. خب اول اونها رو میبینیم و طرز استفاده اون رو در زمان گذشته میبینیم. خب فعل یکم wait انتظار شدن در زمان گذشته waited walk قدم زدن، پیاده رفتن، زمان گذشته walked look نگاه کردن، در زمان گذشته looked love دوست داشتن، در زمان گذشته loved. خب در زبان انگلیسی فعل های هستند که به حرف ای تمام می شوند. مثلا love در حالتی که فعل خودش حرف ای داشته باشد، در زمان گذشته استفاده بردن ما تنها حرف دی همراه میکنیم. خب loved. earn پول کار کردن، earned زمانی گذشتهش earned. waited walked looked loved earned. وقتی درباره past simple یعنی زمان گذشته گپ میزنیم، خوشخبر آن است که یک فعل با همه جانشین ها یک طرز استفاده دارد. مثلا فعل کار کردن اگر در زبان تاجیکی نگاه کنیم، در زمان گذشته من کار کردم، ما کار کردیم، شما کار کردید، آنها کار کردند، او کار کرد، وی کار کرد. یعنی وابسته به جانشین ها پسوند ها عوض می شوند، تغییر می یابند. کار کردم، کار کردیم، کار کردید، کار کردی، کار کردند، کار کرد. اما در زبان انگلیسی اگر فعل work باشد، در زمان گذشته پسوند ایدی همراه کنیم worked می شود و worked با همه جانشین ها worked یک فعل استفاده می شود. I worked, we worked, you worked, they worked, he worked, she worked, it worked. خب بیایید با فعل های امروزه یک بار عباره ها می سازیم. خب they waited آنها انتظار شدند. she earned وی کار کرد، پول. you looked شما نگاه کردید. I walked من قدم زدم، من پیاده رفتم. he waited او انتظار شد. خب اکنون استفاده فعل ها رو در شکل انکاری جمله ها میبینیم. negative form. وقتی درباره جمله های انکاری صحبت میکنیم،
عادتاً ما از فعل‌های یاریدهنده استفاده میبریم. Auxiliary verbs, helping verbs. اگر در خاطر داشته باشید در زمان حاضره فعل یاریدهنده دو داشتیم و وقتی این کاری میکردیم ما از حصه‌چه این کاری not استفاده میبردیم و شکل کوتاهش میشد don't. I don't go. من نمیروم. They don't speak. آنها گپ نمیزنند. وقتی درباره past simple گپ میزنیم زمان گذشته دو میشود did. حصه‌چه این کاری not همراه میکنیم و کوتاه که کردیم میشود didn't. خب از حسابی که دو فعل نادرست است زمان گذشتهش did میشود. did. خب گراماتیکای ما که زمان گذشته هست زمان گذشته don't میشود didn't. همچون فعل یاریدهنده استفاده میبریم. I didn't, we didn't, you didn't, they didn't, he didn't, she didn't, it didn't. الکی از فعل یاریدهنده معلوم شد که سخن درباره زمان گذشته می رود. وقتی فعل ها رو ما همراه میکنیم فعل ها پسوند ایدی نمیگیرند. فعل پسوند ایدی نمیگیرد چون که الکی گفتیم از فعل یاریدهنده معلوم میکنیم که زمان گذشته است. خوب یک بار میبینیم. فعل work. I didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work. همراه کردن پسوند ایدی تنها در جمله های خبری می شود. در جمله های انکاری و سوالی ما پسوند ایدی همراه نمی کنیم چون که از فعل یاریدهنده الکی معلوم که زمانی گذشته. خب بیاید عباره ها می سازیم. He didn't look. Looked نه look. He didn't look. او نگاه نکرد. She didn't wait. Waited نه wait. She didn't wait. و انتظار نشد. We didn't walk. We didn't walk. ما قدم نزدیم. ما پیاده نرفتیم. You didn't earn. You didn't earn. شما پول کار نکردید. I didn't wait. I didn't wait. من انتظار نشدم. خب جمله های سوالی. شکل جمله های سوالی رو ببینیم. برای سوالی کردن این جمله ها البته در هر زمانی که نباشد به ما فعل ها یاریدهنده لازم می شود. در زمان حاضره ما داشتیم فعل یاریدهنده دو پیش از جانشین ها استفاده می بردیم. مثلا do you work؟ آیا شما کار میکنید؟ do they go؟ آیا آنها می روند؟ گفتیم فعل یاریدهنده دو در زمان گذشته می شود did. از این جهت ما در وقت سوالی کردن اول فعل یاریدهنده did استفاده میبریم بعدا شخص و بعدا فعل. اما باید باز قید کنم که در شکل سوالی پسوند ed همراه نمیکنیم در فعل چون که از سرشوی جمله did الکی معلوم که زمانی گذشته است. Did you go؟ آیا شما رفتید؟ Did you see؟ آیا شما دیدید؟ Did they come؟ آیا آنها آمدند؟ فعل ها همه چی درست باشد چی نادرست باشد در شکل اساسیش استفاده می شود یعنی به پسوند ed. خب عباره ها می سازیم. Did you wait؟ Did you wait؟ آیا شما انتظار شدید؟ Did he look؟
Did he look? آیا او نگاه کرد؟ Did we earn? Did we earn? آیا ما کار کردیم؟ Did she love? Did she love? آیا وی دوست می داشت؟ در شکل سوالی هم باشد فعل ها با همه شخص ها یک خیلی استفاده میشه. مثلا فعل work رو در شکل سوالی هم میبینیم. Did I work? Did we work? Did you work? Did they work? Did he work? Did she work? Did it work? بیایید فعل ها رو با عباره ها میبینیم، از خود میکنیم و بعدا استفاده آنها رو در past simple در گراماتیک امروزه همراه میبینیم و جمله ها میسازیم. خب عباره یکم wait for the bus. Wait for the bus. اتوبوس انتظار شدن. Wait for a minute. Wait for a minute. Wait for a minute. یک دقیقه انتظار شدن. Walk to work. Walk to work. پیاده کار رفتن. Walk to school. Walk to school. پیاده مکتب رفتن. Look at me. Look at me. به من نگاه کردن. Look at the photos. Look at the photos. به صورت ها نگاه کردن. Love animals. Love animals. به حیوان ها نگاه کردن. Love Tajik food. Love Tajik food. خوراک های تاجیکی دوست داشتن. Earn 10,000 somoni. Earn 10,000 somoni. 10,000 سومون کار کردن. Earn a lot of money. Earn a lot of money. پول زیاد کار کردن. بیاید این عباره ها را در past simple میبینیم. اول از جمله های خبری شروع میکنیم. خب جانشین استفاده میبریم. اول فعل، همون فعل هایی که در دایره هستن پسوند ایدی همراه میکنیم و یکی از عباره هایی که وجود دارد میمونیم. الکی جمله تیار میشود. خب رفتیم. They waited for the bus. They waited for the bus. They waited for the bus. آنها اتوبوس رو انتظار شدند. She loved animals. She loved animals. You looked at me. You looked at me. شما به من نگاه کردید. We walked to work. We walked to work. ما پیاده به کار رفتیم. در جمله های این کاری اول شخص ها، بعدا فعل یاردهنده didn't و بعدا فعل به همراه کردنی ed و یکی از عباره ها. خب I didn't wait for the bus. I didn't wait for the bus. من اتوبوس انتظار نشدم. He didn't look at me. He didn't look at me. He didn't look at me. او به من نگاه نکرد. She didn't earn a lot of money. She didn't earn a lot of money. وی پول زیاد کار نکرد. You didn't wait for a minute. You didn't wait for a minute. شما یک دقیقه انتظار نشدید. و در جمله های سوالی اول فعل یاردهنده did، بعدا شخص، بعدا فعل به همراه کردنی پسوند ایدی و بعدا یکی از عباره ها. Did he love Tajik food? Did he love Tajik food? Did he love Tajik food? آیا او خوراک تاجیکی را دوست داشت؟ Did we walk to work? Did we walk to work? آیا ما پیاده کار رفتیم؟ Did she love animals? Did she love animals? Did she love animals? آیا وی حیوانها را دوست داشت؟ Did you look at me? Did you look at me? Did you look at me? آیا شما به من نگاه کردید؟ خب دوستان عزیز، درس امروزه ما در اینجا به اتمام میرسد.
نگفتنم اومد که در این درس ما درباره استفاده فعل‌های درست regular verbs در زمان گذشته in the past صحبت کردیم. در درس آینده باشد ما درباره استفاده فعل‌های نادرست irregular verbs در زمان گذشته in the past صحبت خواهیم کرد. اگر سوال و پیشنهاد داشته باشید در کامنتاری نویسید، حتما جواب میدهیم. خوب باقی سربلند و خانه آباد باشید. Goodbye.